أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلامی و مؤمنین خدا، همتون و خانه خدا خوش آمده. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کنه. خب امروزه علم و صحبت های زیاد در دنیا به همین نتیجه رسیده است که روشنی ماهتاب از آفتاب است. همین آفتاب و درجه بزرگ است که خود ماهتاب روشنیش از آفتاب میگرفته است. یا آفتاب بزرگیش ببینین که در این زمین چقدر روشنی و نیروی و خوبی میتیه. در جایی که آفتاب نرسه مردمش ضعیفن، مردمش قوت ندارن، تیز بیمار میشوند. خصوصا در همین شهر آفتاب که نمیرسه تیز مردم باید جای آفتاب را زیادتر رو نباشه، همشون بیمار میشوند، همه کسل میشوند. بزرگان میگن که وقتی که بینین که از آفتاب چقدر ما قوت میگیریم و ماهتاب روشنی از آفتاب است، اما روشنی مرد مسلمان و زن مسلمان ای چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که نوری مرد مسلمان و زن مسلمان، نور ایمانش و قوتش اول نماز تهجد است. یعنی که کسی که نماز تهجد نداره ولی قوت نداره. این نماز 5 وقته نه، این مسجد بیایی نه. قوت ما نمازهای زیادی ما بوده، شکرانه وضو، تحیه مسجد، خصوصا 8 رکعت نماز تهجد. کسی که اگر این نماز داره او قوت داره، او نیرو داره، او نور داره. نور و روشنی ما نماز تهجد بوده است. دویم نور مسلمان مردش و زنش این همنشین خوب بوده، همنشین اهل معنا باش، همنشین اهل معنا باش، هم عطا یابی هم باشی فتا. تازه بدیل آدمای به معنی قدشینه هم عطا یابی، ایوه یک حاصل میشوخی، ایوه یا پنده یا اندرزه یا آدمی یا چیز نغز از آدمی خوب از آدمی به معنی یک چی میگیری، هم عطا یابی یک حاصل میشوه، هم باشی فتا. عربا جوان مرد فتا میگن. جوان مرد چی میگن عربا؟ فتا. آدمی به معنی قدشیشتی، هم علم میگرفتی هم جوان مردی میاموختی. جوان مردی اساساً با آدمای به معنی شتم ده، از آدمای به معنی میآموزی جوان مردی. برای همین دومین چیزی که مسلمان روشن میکرده ایمانش قدی روش مرد زن همنشین خوب ده. برادر دوستای بد قطی نشینی، توقع بدن 1000 بار خوبه. دوگانای بد قطی نشینی، توقع بدن 1000 بار خوبه. دوستی که ما را به سوی دنیا میبره، میل دنیا میبره، عمل دنیا میبره، کار افلاس میبره، کارهایی که ای دین دور میکنه، و دوست نگوی و دشمنی ما. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم میگفتند که هر آن نفری که دوست شما ای مسلمان و غیر مسلمان شما را به خدا و رسول نمیرسونه، از وی دور شوگی ضررش میرسه و ضرر میکنن. اینو بسیاری دوستا الاخلاء بعضهم لبعض عدو، روز قیامت بسیاری دوستا کشتل به کشتل یادگاریش میگرفتیان، یعنی تو بدبخت سبب شدی. قرآن حکایت میکنه داستانا دوستای جونی در دنیا بودیان، اما قیامت میگه کشتل یکدیگری دست یکدیگریشه، یعنی تو سبب شدی، یعنی خیلی کار شد. دومین چیزی که ما را نورانی میکرده، نوربخش میکرده، زیبا میکرده، ایمان ما آب میخورده بعد نماز تهجد، این رفیق خوب بوده. رفیقای خوب قدشینه، آدمای نقص قدشینه. اگر نباشه چیز همین توقع شیشتن خوبه، توقع بودن خوبه. برای همین این چیزها را باید ما و شما آموزیم. این چیزها در ایمان تاثیر میتیه. سومین چیزی که ایمان آب میتیه، آدم نورانی میکرده است، این دعوت بوده.
این دعوت گوش کردن، دعوت شیشتن، این هنره، این شوخی نیست. دعوت کردن این هنره، در دعوت شیشتن این هنره. کسی دعوت گوش میکنه، کسی دعوت کرده میتونه، باید هنرمنده. اگر هنرمند نباشه این کار کرده نمیتونه. برای همین این دعوت ها برادران معنی داره. این دعوت ها آدم روشن میکنه، آدم خوشرو میکنه، آدم شستشو میکنه. آدم نمیدونه که چقدر گناهاش میریزه، آدم نمیدونه که چقدر قلبش هوی میشوه. این دنیا را غمش امروزا بیاد بسیاره. این دنیا بیاد ما را رسوا میکنه. این همین گپای نغز، گپای خوب و پند اندرزا ما را زیبا و ما را معطر و خوشرو میکنه. گفتین که در هندوستان کتاب هست بحر دوستان، اگر در مرده او را رسانی مرده شود زنده. تن این کتاب چیه؟ که کلیله و دیمنه، که او را کلیله و دیمنه را رودکی نوشت. کلیله و دیمنه را مثال در بین علمای ما بدیل هم چقدر شد. چندین تا کلاسیکای ما کلیله و دیمنه نوشتن. شما اگر در ادبیات گفتن در مرده زنی زنده میشوه، اما رومی گفته از این کتاب در ما این قرآن است، مرده را زنده میکنه قرآن. هندوها کتاب داشتن در ادبیات چون کلیله و دیمنه که مرده را زنده میکرده. اما ما مسلمانان در تاریخ ما چی کتاب داریم؟ نام این هست قرآن. قطعی این شینی زنده میشی، قطعی این شینی بلند میشی، قطعی این شینی نورانی میشی، قطعی این شینی سیر دنیا را میفهمی. سه چیزی هست که ما را نورانی میکرده، ما را خشرو میکرده. بعد این سرشوشتن ها، بعد این خشرو کردن ها، بعد این لباس های زیبا، بعد این حمام کردن ها، بعد این دوخی معطر زیبا کردن ها، سه چیز ما را نور میبخشه. قوت، تهجد بده، رفیق خوب با قرآن شدن. خشا به حال هر انسانی که این دعوت ها میشینه، خشا به حالش، خشا به حال آدمی که آدمی خوب داره، آدمی نقص خطی میشینه، خشا به حال آدمی که تهجد داره. خب روایت کرده که بود از حضرت عبدالله ابن عمر حدیثه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، جناب پیغمبر فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه. پیغمبر خدا عادتشون همین بود که نماز بامداد میخواندن ایجاشون نمیخستن، عادتشون بود. حتی تمکنه الصلات، حتی مکان میگفتن در اینجا نماز میخواندن. بعد از او گفتن که کسی بامداد خانه در جا شینه، بعد از اون نماز دیگر در این مکان خانه، یک حج فرضی، یک حج عمره قبول ثوابش خدا می نویسه. یعنی که کسی که در جاش میشیشته بعدی بامداد نمیجمیده، نماز چاشت میخونده به همین طهارت، خدا رحمت کنه همین بزرگای پیش هم صوفیا همه همینو به حدیث بدین. همین یکی بامداد میخوندن گپ نمیزدن دیگه، هم میشیشتن در همون میمو خانه هاشون و در همین مسجداشون و در همون جاهاشون تا چاشتن میخوندن. مردم قدی چاشتی نمیکردن، میخوندن میشیشتن، بعد میخواستن شیر برنجاشون تیار بود و اطلاشون تیار بود، او را میخوردن، مردم قبول میکردن، صحبت میکردن، ساعت‌های 11 و قیلوله میکردن. یعنی که آدمای اهل راز بودن. یعنی همش همین حدیث های رسول اکرم بود است، خدا رحمتشون کنه. برای همین حضرت فرزند کسی نماز بامداد عبدالله ابن عمر میگفتن که عادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین بود که یعنی بامداد میخوندن ایجاشون نمیشیشتن، همونجا را مکان میگرفتن. بعد از اون نماز چاشت ادا میکردن. بعد از اون گفتن هر کس همین کار را میکنه خدا یک ثواب حج فرضی یا یک عمره قبول شده به درگاه هموش مینویسه. الحمدلله. یعنی که این عبادت های، این سنت رسول اکرم های. این یکی از سنتاش همینه که خداوند ثواب حج فرضی یا ثواب حج عمره را در نامه اعمالی بنده می نویشه، ثواب شه. فقط زنگیری سنت نیست اخی، هم میگفتن زنگیری سنته، زنگیری سنته، زنگیری سنته. بسیاری زنگیری ها به ایمان میکنه دوام، بسیاری زنگیری ها ثواب حج ایبان میبره، بسیاری زنگیری ها ثواب عمره را میبره. اما انا سنت، انا ای را بیدار که یگون شایبانی نمیروه. سنت های رسول اکرم به حد زیاده. انا یکتاش بعد بامداد ایجاد نجمید بشین تا نمازی چاشته،
چاشتا بخوان، همین هنر به خودت بگیر، همین عبادت به خودت وظیفه کن، ثواب حج فرضی، ثواب حج عمره قبول شده را به درگاه خدا قبول صاحب میشی. حضرت عمر ابن خطاب روایت کردند جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی نجد گفتنی منطقه حج در سعودی، امروزه در عربستان یک وادی حج، یک ولایت از به نام چی؟ نجد. میگه به سوی اونها حضرت فرستادن چی را؟ سریع اتریاده، هم خیلی کلمه است اتریاد میگن، خمون سپاه میگن یا لشکر میگن. یا اتریاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی نجد فرستادن، غنیمت زیاد به دست آوردن، به سرعت به سوی مدینه میشتابیدن. فقال رجل منا، یک مرد در این سریه خطیمو نبود، یکی از همون مردایی که پیامبر امر کرده بود در این سریه، در این اتریت خطیمو نبود، دید این نعمت، دید این سرعت، گفت وای وای ای غنیمتی کلان موندم، ای غنیمتی بزرگ موندم، از پولی کلان موندم، امروز روزی ما نبوده، سالی ما نبوده. این مردم خیلی کار کرد، مردم خیلی سوم جمع کرد، مردم قصر خانه ها کرد، مردم ایوان کرد، مردم در این لیمچه ها تنگه و تیلا را این پیامبر روی کردگی غزوه اتریه سریه گرفت آمد. همین خیل میگه مرد میگه افسوس خورد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن همین سریه را و همین گپا به حضرت نقل کردن. جناب پیغمبر گفتن الا ادلکم علی قوم افضل غنیمت و اسرع رجعه، برای شما خبر کنم به او مردمانی که بهترین غنیمت یافتن و با سرعت ترین بازگشت دارن. تن چه فرستاده خدا؟ و قوم مردمانی که شهید و صلات صبح نماز بامداد قدی امام خوانند، مردمانی که نماز بامداد قدی امام خوانند، بعد از او در جاهاشون شینن ذکر خدا کنن، آفتاب بلند شوه نماز چاشت خوانند. انا این آدم غنیمت جمع کردن، انا این آدم بریدن دنیا را، انا این آدم جمع کردن دنیا را، انا اینا حاصل جمع کردن. نخوش ما برای دنیای دو روزه ای که امروز فقط فنا میشه شما زیق شوی. در جنگ خیبر دروازه های قلعه یهود شکسته شد، مسلمان ها خیبر فتح کردند، قلعه های بزرگ یهود به دست مسلمان ها گرفته شد، یهودی ها سرزمین مدینه به درغه شدند. در این جنگ کلان غنیمت های کلانی آمد. یکی از صحابه چند عوایق میگن یا چند عوایق، چند قنار و قاب میگن، تیلا و نقره بیرون کشید برآورد. این مردمی ذخیره چی بودن؟ صحابه دیدن همه انگشت حسرت میگزیدن که واه این اخ جمع کرده در این غزوه. این سال همین آمد. خمونم همین میگه یک انسان اگر نقص کار کنه میگه سال همینه. این میگه سال همین آمد، همه انگشت میگزیدن اوف و پوف میکردن که همه تنگه و طلا و غنیمت همین صحابه یافت. انا اکنون تا آخر عمرش مزه کرده خورده میگرده. در همین حالت مرنگی دل شکستگی صحابه را پیامبر دید و پیامبر اجاج بلند شد گفت شما برای همین خاپای نقره و طلای صحابه سعانه بودم خیلی همین یافتگی همین شما زیخ شدین، شما همین اوف و پوف خوردستین. والله قسم به نام آن خدایی که جان محمد در دست اوست، 2 رکعت سنت نماز بامداد از همین سیاره بهتره. 2 رکعت نماز بامداد میبیایی گو میخوانی در مسجد، ای همین سیاره بهتره. گو شما همیده دل مونده شده. امروز ما سنت نمیخوانیم زیغ نمیشیم، بامداد جماعت نمیبیم زیغ نمیشیم. لیکن همین روز اگر خدای نکرده 2000 کار نکنیم زیغ میشیم. هیچ کده وفا نیستی. به نام خدا قسم یگان آدم با 50 روبل گور نکرده اما مرده بسیار موندگیم لحظه. با 50 روبل اقلا در بالای قفه سینه‌اش نموندگی تو برای همین کار کردگی. نگفتن که همین قدید گیر بر 2 رکعت نماز بامداد گو با جماعت به هیگاه تمام همین سیاره
همین سیاره چند قای گفت ای همشه به های شماگی یاده داده نشوه. برای همین جناب پیغمبر گفت بهترین غنیمت نفرای جمع کردن که اونها آمدن بامداد قطعی امام خواندن 6 تا 4 تا نمازش خواندن که نمازی او را سری افتاب میگن، او را خواندن یا نماز ضحی. انا اونها صاحب نعمت شدن، انا اونها غنیمت جمع کردن. جابر بن سموره گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم عادتشان همین بود، نماز بامداد میخواندن، در جاشان می نشستن تا آفتاب بلند نمیشد، حسنا خوب میخیستن نماز میخواندن، بعد از او به بیرون میآمدن با مردم گپ میزدن. انا این بود عادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بعد بامداد حضرت میشیشتیان و این کار و این عمل اجرا میکردیان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر narsa bu dunyoga bizlar bu ko'zimiz bilan ko'ramiz. Har narsa bu dunyoga bir narsaga quvvat oladi. Oyni bilamiz ham, aytadilar olimlarki oy juda ham yoniq bo'ladi. Asta yoniq bo'ladi. Bu dunyoni nima qiladi? Chiroq mana shunoq yoniq qiladi. Bizlar oyog'imizda alimizni ko'ramiz. Shu yoniqni qayerga oladi bu oy? Ulamolar aytadilarki oftobga. Oftob oyni nima qiladi? Yoniq qiladi. Savol beradilar. Musulmonni nima yoniq qiladi iymonini? Nima nur beradi musulmonga, quvvat beradi? Payg'ambarimiz aytdilarki, birinchi tahajjud namoz. Musulmonni bu 5 vaqt namoz quvvat bermaydi, nur bermaydi. Tahorat va haj bermaydi. Tahajjud namoz musulmonga nima beradi? Nur beradi. Har musulmonni tahajjud namozi bor, bu musulmonning quvvati bor. Bu musulmonning nuri bor. Bu musulmonning iymoni shunaqa yoniq. Ko'p ishlarni qilamiz. Bu ishni qilmaymiz, bu ishni qilmaymiz. Ishimiz hech mahal ali maqsad ochilmaydi. Ko'p ishni odam qiladi. Islomga namoz o'qiymiz, farzni o'qiymiz, tahorat qilamiz, haj qilamiz, ammo tahajjud o'qimaymiz. Tahajjud o'qimagan vaqtiga odamning iymoniga nuri yo'q qoladi. Qancha vaqt nur bo'ladi? Qancha vaqt odam namoziga mazza qiladi? Tahajjud vaqtiga ter keladi, tahajjud o'qiydi. Tahajjud odamga quvvat beradi. Mana telefon o'chirgan vaqtiga tamom bo'ladi, zaryadga qo'yadi odamdan, quvvat oladi. Odam qancha vaqt zaryad oladi, quvvat oladi? Tahajjud namozi o'qisin. Ikkinchi nima odamga quvvat beradi? Nima bu? Bu nima? Yaxshi rafiq. Odam rafiq bilan o'tiradi, bu rafiqga fayz oladi. Bedil alayhi rahma kattakon ulamo bor, bizlarga aytadi bedilki, yaxshi odam va ma'no odam bilan o'tir, ham bir narsa yod olasa, ham javon mard bo'lasa. Javon mardli nima? Qaysi odamga yod olasa? Yaxshi rafiq, yaxshi o'rtoq. Ikkinchi narsa bizlarga iymonimizga quvvat beradi, bizlarga nur beradi, bizlarga yaxshi o'rtoq, hidoyat topgan odam bilan o'tiringlar. Xotin musulmon, erkak musulmon. Musulmon rafiq mana boimon, maqsad rafiq mana xotin erkak o'tirmagan masalasiga iymoniga nur paydo bo'lmaydi. Uchinchi narsa nima? Uchinchi narsa shu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, qancha vaqt bizlar quvvat paydo qilamiz, qancha vaqt bizlarga iymonimizga nur keladi, odam da'vatga o'tirsin. Da'vat odamni yuyadi, toza qiladi. Da'vat bu hunar. Har odam da'vat qiladi, bu odam hunarmand. Hunari bor. Har odam da'vatni quloq soladi, bu odamda hunari bor. Ko'p narsaga odamlar da'vatni quloq solmaydilar. Da'vatlar, amri ma'ruflar bu odamni toza qiladi, yuyadi. Odam chiroyli bo'ladi. Odam toza bo'ladi. Mana yomg'ir yog'adi, bu tabiat toza bo'ladi, tog'lar toza bo'ladilar. Hamma narsa toza bo'lib ketadi. Odam da'vati ixlos bilan bu da'vat, amri ma'ruf va mav'izalarni ixlos bilan quloq soladi, eshitadi. Bu da'vatlar bu odamni yuyi toza qiladilar.
Uchinchi narsa bizlarni quvvat beradi. Iymonimizga juda ham foydasi katta. Iymonga nur keladi. Bu da'vatga quloq solish. Birinchi tahajjud, ikkinchi yaxshi o'rtoq, uchinchi da'vatga quloq solish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abdulloh ibn Umar rivoyat qilibdilar. Abdulloh ibn Umar aytibdilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda odati shu edi. Bomdod namozni payg'ambarimiz o'qidilar, joyiga o'tirdilar, terkelmadi payg'ambarimiz boshqa. Shunoq joyiga o'tirdilar, oftob chiqdi, payg'ambarimiz terkaydilar, 2 rakat chosh namoz o'qiydilar. Bu choshni zuho namoz aytadilar. Zuho namozi payg'ambarimiz o'qidilar, joyiga shunoq o'tirgan vaqtiga namozni o'qidilar, terkeldilar, aytdilar. Har musulmon bomdodni o'qiydi, joyiga o'tiradi, zikr qiladi, oftob chiqadi, terkeladi, 4 rakat chosh namoz yo 2 rakat chosh namozi o'qiydi. Alloh jalla va ala shanuhu bir haj farzi yo bir ta umra hajni savobini qabul umrani yozadi. Har musulmon bomdodni o'qiydi, to chosh namoz o'tiradi. Shu ishni, shu sunnatni qiladi. Alloh jalla va ala shanuhu bir hajni farzini savobini yozadi a'moliga. Ikkinchi umra hajni savobini yozadi. Buni aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Umar ikkinchi xalifamiz rivoyat qilibdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni Najd mintaqa bor, Arabistonga, Najd bizlarni sheraga yivardilar. Bizlar keldimiz, urush edi. Urushga kattaqon g'animat topdimiz. Yuk, pul juda ham kattaqon keldi bizlarga. Xursand hammamiz Madinaga keldimiz. Hamma Madinaga kelgan vaqtiga burta sahoba chiqqan yo'q edi bu urushga. Bu hasrat yediga, ha mardum pul ishladi, ha mardum pul topdi, hasrat qildi. Bu gapni payg'ambarimizda aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlarni bir narsaga xabar beraman. Qaysi erkak bu dunyoga juda ham kattakon g'animat topdi, kattakon yuk topdi, kattakon pul topdi, manfaat kattakon topdi, sizlarga aytaymi? Ayt yo Rasululloh sallallohu alayhi. Aytingiz. Payg'ambarimiz aytdilar, mardumlar chiqadilar, bomdodga keladilar, bomdodni imomini o'qiydilar, joyiga o'tirish qiladilar, Allohni zikr qiladilar, oftob chiqadi, 2 rakat chosh namozi o'qiydilar. Bu erkaklar g'animat topdilar. Bu erkaklar pul topdilar. Bu erkaklar juda ham kattakon yuk topdilar. Bu dunyo hech nima narsa yo'q. Bu ne'matni Allohga, ibodatni Allohga. Islomga bir ta urushida oti Xaybar. Hammamiz bilamiz, Xaybar. Yahudilar mana musulmonlar kattakon urush bo'lib ketdi. Yahudilar bu urushga maqsad nima? Sinib ketdilar. Payg'ambarimiz Xaybarni oldilar. Juda ham Xaybarni ichiga tilov nuqra ko'p edi. Sahobalar hammani yig'di, uyuqdilar. Bir sahoba juda ham kattakon, shunoq kattakon g'animat topdi. Sahoba hasrat yedi o'zigaki, bu sahoba juda ham kattakon pul yuk topdi, hayoti yaxshi bo'ladi. Zindagisini, hayotini yaxshi maqsadiga chiqaradi. Juda ham qancha vaqt bo'lgan vaqtiga bu dunyoga pulni topdi. Bu xabarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Men Allohning haqqiga qasam ichaman, 2 rakat sunnat, bomdodni sunnati har odam vaqtiga masjidga o'qiydi. 2 rakat bomdodni sunnati savobi bu dunyoni hammasiga birinchi turadi." Sizlar buni g'aflatga ketmayna. Bu dunyo hech nima yo'q. Bu dunyoga g'izq bo'lmayna, g'am yemayna. 2 rakat bomdodni sunnati shu dunyoni hammasi bir taraf, 2 rakat bomdodni sunnati boshqa tarafga. Birinchi turadi Alloh taolaga. Payg'ambar qasam ichdilar. Bu kunlarga bizlar bomdodni sunnatini o'qiymaymiz, jamoat buni o'qiymaymiz, parvoyimiz yo'q. Bu kunlarga agar 2000 ishlagan vaqtiga odam g'am yeyadi, men munoqa bilim. Yo'q, birinchi bizlarga ibodat turadi. Allohumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana va anta khairul fotihin. Amin.